بخش از زندگیمون رو نشون میدن. زمان. واقعا میشه روی ساعت‌ها قیمت گذاشت؟ اگر میخواید با 5 تا از گرونترین ساعت‌های مچی کل تاریخ بیشتر آشنا بشید، درست اومدید، این ویدیو مال شماست. دقت، نظم و کیفیت 3 تا فاکتوریه که هر ساعتی باید داشته باشه، اما برخی افراد برای نشون دادن ثروتشون به ساعتی نیاز دارن که مافوق تصور باشه. توی این ویدیو 5 تا از گرون قیمت ترین ساعت‌های مچی جهان رو بررسی می‌کنیم و مورد آخر شاهکاریه که 9 سال پیش ساخته شده اما هنوزم کسی نتونسته بخرتش. اگر می‌خواید ماجرای این ساعت رو بدونید تا آخر همراهمون باشید. اولین ساعتی که بررسی می‌کنیم کلاً یه بار ساخته شده و 26 میلیون دلار قیمتشه. ایگار لکولتره منچت اسم ساعتیه که توسط شرکت سوئیسی ایگار لکولتره توی سال 2012 ساخته شده. جنس بدنه ساعت کاملا از طلای سفیده و از حدود 600 تا الماس فوق‌العاده ریز توی ساعت استفاده شده. اسمی که برای ساعت انتخاب شده فرانسویه و کلمه منچت به معنی سر آستین لباسه و این ساعت هم دقیقاً مثل لبه آستین دور دست قرار میگیره. ویژگی حیرت انگیز دیگه در مورد این ساعت کوچیک بودن بخش موتور ساعته که توی یکی از این مربعات و به گفته متخصصین حوزه تولید ساعت، کوچیک بودن این ساعت در کنار دقت و نظم فوق‌العاده‌اش ترکیب بسیار عجیبیه. البته اینم در نظر بگیرید که کمپانی که این ساعت رو ساخته از سال 1833 توی حوزه تولید ساعت فعاله و ساعت‌های شگفت‌انگیز دیگه‌ای رو هم طراحی کرده. چرا گفتم فقط یه دونه از این ساعت‌ها تولید شده؟ ملکه انگلستان برای جشن گرفتن 60مین سال سلطنتش یه ساعت هدیه گرفته. ایگار لکولتره همون ساعته و حالت انحصاری هم داره و بعدش دیگه کلاً تولید نشده. دومین مورد از لیستمون یه عتیقه 30 میلیون دلاریه. بروگت گرند کامپلیکیشن. این ساعت ماجرای تاریخی و عاشقانه بسیار جالبی داره. طبق توضیحات تاریخی توی سال 1783 یه نفر خانم ماری آنتوانت ملکه فرانسه رو سر میز شام میبینه و عاشقش میشه. توی همون سال به شرکت ساعت سازی بروگت میره و یه ساعت سفارش میده و ساخت این ساعت حدود 40 سال طول میکشه و تا کار ساخت ساعت تموم بشه عاشق و معشوقه دوتاشون فوت کرده بودن. ولی خب توی اون دوره ساعتی که پشتش از طلا باشه و دم و سنج هم داشته باشه فوق‌العاده خفن به حساب می اومده. بعد از گذشت چندین سال یعنی اواخر دهه 1900 میلادی این ساعت دزدیده میشه و در نهایت بعد از پیدا شدن به موزه لس آنجلس مایر برده میشه و توی سال 2008 یک جعبه چوبی از چوب درخت بلوط براش ساخته میشه. میگن درختی که از چوبش استفاده کردن همون درخت بلوطی بوده که خانم ماری آنتوانت توی کاخ ورسای فرانسه زیرش استراحت میکرده. با اینکه خیلی قدیمیه و حالت جیبی داره اما واقعا